سلام. اینکه من کیم و اینجا چیکار میکنم و آخر ویدیو براتون توضیح میدم. فعلا بریم که یه تمرین سینه و پشت بازو و سرشانه رو داشته باشیم.
یه انرژی رفته. اگر ضعف بالا سینه دارید مثل خیلی از بچه‌هایی که میان، سعی کنید پرس بالا سینه دمبلتون رو هم سبک بزنید، هم سنگین نیمه بزنید، هم تنوع بدید بهش. یعنی یه بار با تکرار 12 13 تا، یک بار با تکرار 5 تا 6 تا، یک بار دامنه کامل، یک بار نیمه، یک بار سنگین. ببینید اینطوری نیست که ما بگیم مثلا کدوم حرکت به کجا فشار میاره. طوریه که شما خودتون باید حس بکنید که با کدوم قسمت سینه دارید این کار رو انجام میدید. آیا با پشت بازو دارید هول میدید، آیا با بالا سینه دارید هول میدید، چه شکلی دارید میزنید. اینو طی تمرین و تکرار باید متوجه بشید که تمرکز عضلاتون کجاست. یه کراسوور و پارالل میخواستم سوپر ست بزنم که چون رفتیم سمت سرشونه اینا رو نزدیم، به جاش آخر تمرین پشت بازومون یه دیپ و یه شنا دست جمع با انقباض کامل ایجاد کردیم که حالا چرا شد که یه ویدیوهای آینده بهتون میگم که اینا چه ترکیبی میسازن. با خیلی ها هستن میان با دست دوبل قایقی، اگر دیده باشی طرف میاد اونو یاد گرفته توی اینستا اونو میندازه، ولی خب لازم نیست. شما بهترین کار اینه که یه بند، حالا هر چیزی که بیفته دور دست اونجا میذارید دیگه، لازم نیست مچتون اون وزنتون رو نگه. و این بود تمرین ما. اگر علاقه‌مند بودید به اینجور تمرین ها، اگر علاقه‌مند بودید که ببینید حالا ویدیو طولانی شد، کوتاه شد، هر چی شد، اینا رو توی اون قسمت کپشن، اون قسمت چی میگم به شما، هر نظری داشتید برای ارتقاء این محتوایی که ما داریم میسازیم این کامنت ها بگید. دوست داشتید سابسکرایب کنید، دوست داشتید لایک کنید. مرسی.